استدیویی به وسعت وطن به نام ایران خوش اومدین. مهمون این قسمت از به نام ایران هنرمند عکاس پیشکسوتی هستند که تجربه عکاسی از برهه‌های جنگی رو هم داشتن. آقای ابوالقاسم خوشرو، سلام، خوش اومدین. سلام، متشکرم، خسته نباشید. ممنونم. آقای خوشرو، هنرمندا، موزیسین‌ها سمفونی حماسه میسازند، فیلمسازان فیلم جنگی و دفاع مقدسی میسازند، شاعران شعرش را میسرایند، عکاسان یک قاب میبندند یک لحظه و میشن راوی تاریخی از بخشی از جنگ. چگونه است این بستن یک قاب و عکاسی جنگ؟ عکاسی جنگ از حیث طبقه بندی جزو مستند قرار میگیره و داکیومنتری حساب میشه و به طبع وقتی که عکاسی مستند میشه محظوراتی بهش سوار میشه، هیچ نوع دخل و تصرفی درش قابل انجام نیست و ملاحظات خودش رو داره، ولی کادر و نور و کمپوزیسیون و اون حس، انتقال حس رو باید داشته باشه و بتونه در یک فریم یک داستان رو روایت کنه. البته در عکاسی جدید به همون یک فریم قناعت نمیشه، مجموعه ها هستن که میتونن یک روایت بزرگتری رو مطرح بکنن. اتفاقاً جای خوبی شروع کردید. اگر که بخواد یک عکاس یک روایتی از یک زندگی، از یک جنگ، از یک اتفاق بزرگ رو داشته باشه، لازمه که این درگیر این ماجرا باشه و من در شرایط حاضر نمیبینم که عکاسات امکان درگیر شدن با این ماجرا براشون فراهم شده باشه. همه چیز امنیتی شده، وزارت ارشاد اقتدار لازم رو نداره تا عکاسا رو ساپورت کنه، پشتیبانی کنه، میدان رو در اختیارشون نمیگذاره. رسانه‌های خارجی عکاسای مطرح جهانی راه ورود ندارن. ما در تنهایی استراتژیکمون در زمان دفاع مقدس، جنگ تحمیلی، در دوره فتح خرمشهر، آژانس‌های جهانی همه در ایران فعال بودن. من الان نمیبینم و این نشون میده که ما زمین بازی رو داریم واگذار میکنیم. من فکر میکنم که لازمه که وزارت ارشاد تجدید نظری بکنه نسبت به این بخشش و کار رو به حرفه‌ای‌ها بسپاره. حالا احتمالاً ملاحظاتی دارن یا ملاحظات امنیتی که من تخصصشو ندارم و شما هم نکته‌ای داشتید و نقدی داشتید مطرح کردید. به عنوان مجری برنامه و در برنامه‌ای که برای ایران است و در برهه‌ای که پای ایران در میان است، عکاس‌ها چجوری میتونن این روایت رو با عشق به مام میهن جاودانه و ماندگار کنن؟ عکاس‌ها داوطلبان زیادی الان حضور دارن، عکاسای بیشماری در کشور هستن، عکاسای بسیار خوبی هستن، ولی زمینه فعالیتشون رو نهاد واسطی وجود نداره که تسهیل بکنه. خوشنام اگه برن مانع خواهند دید و اگه خودشون برن که باشون برخورد میشه. لذا احتیاج هست که یک نهاد مدنی یا یک نهاد بین دولتی مثل وزارت ارشاد اینها رو سازماندهی کنه و اینها رو بتونه در معرض این اتفاقات قرار بده. در همون دوره جنگ شعرا، موزیسین‌ها، آهنگسازها، نوازنده همه دسترسی به جبهه‌ها داشتن، در جبهه‌ها برنامه اجرا می‌کردن، حضور داشتن. الان من چیزی نمی‌بینم. های خوشو شاید به خاطر اون بود که جبهه مستقیم و زمینی بود، الان دورادوره و کشور متخاصم و متجاوز همسایه ما نیست. بله، ولی وقتی که شما یک جای منطقه شهری، یک خانواده، یک زندگی زیر آوار میمونه، اونجا نابترین لحظات انسانی شکل میگیره تصاویرش. همین نابترین لحظات انسانی رو باز میکنین، تبیینش میکنین، بله، میشکافینش. وقتی شما میبینی یک مادری یه طرف افتاده، عروسک بچه یه طرف افتاده، یه خونی به شیشه پاشیده، یه پرده پاره شده، تمام اینها عکس‌های مینیمالیه که هر فریمش میتونه، هر قابش میتونه جهان رو تکان بده. متاسفانه ما اکتفا کردیم به 4 تا واحد عکس خبرگزاری‌های دولتیمون که در جهان اصلا دیده نمیشن. به عنوان دولتی میگذارنشون کنار. شما نهادهای مستقل عکاسی، عکاسان مستقل ایرانی باید این رو پوشش بدن. اون وقت شما ببینید که رسانه‌های جهان پر میشه از مظلومیت ما. الان ما غایب هستیم. به کمپین همبستگی ملی و دفاع میهن میپیوندم، چون پایداری سیمرغ ایران از عهد کوروش تا کنون مطرح است. ما گرایش‌های سیاسی مختلف و قومیت‌های مختلف فقط با یک تن واحد شدن و یک پارچه شدن می‌توانیم از تمامیت ارضی ایران دفاع کنیم.
علیرغم مطالبات پاسخ نیافته، الان لحظه حساس به یکدیگر پیوستن است. به مهر ایران، برای ایران یک پارچه شد. درباره عکاسی جنگ صحبت کردیم، اما هنرمندا هم صلح طلبن، هم در زمان صلح هم که بیکار نیستن. اتفاقا اونجاست که آرامش شاید بهشون کمک میکنه اون تخیل و رویا پردازی رو بیشتر بتونن به صحنه واقعیت هنرمندانه بیارن. عکاسی در زمان صلح، عکاسان در زمان صلح چه میکنن؟ چه احوالی براشون میگذره؟ چیا رو ثبت میکنن؟ حالا اونهایی که تونستن شرکت کنن خب حس بهتری میگیرن، ولی شما ببینید که با نقل‌های سوخته خرمشهر، عکاسانی که اصلا اون زمان به دنیا نیامده بودن بعدها چه اینستالیشن آرت هایی درست کردن، ویدیو آرت هایی درست کردن و تونستن خیلی کارهای بزرگی انجام بدن. و من فکر میکنم باز هم تسهیل در رو قرار گرفتن هنرمند و حادثه لحظات ناب انسانی میآفرینه و این فرصتی است که ما ارتباط مستقیم با قلب مردم جهان برقرار کنیم و من میبینم که این فرصت رو داریم از دست میدیم. هنرمندا توی اینجور مواقع حساس که یهو اتحاد و همبستگی به وجود میاد و دیگه صحبت مام میهن بر وسطه، با توده مردم تفاوت دارن؟ هنرمندا پیشرو هستن، قلب رقیق تری دارن، نگاه دقیق تری دارن، ابزار پیشرو تری دارن. در این زمانه‌ای که تصویر همه زندگی رو تسخیر کرده، الان در جهان به جز تصویر چیزی نیست. حتی تصویر میتونه غلبه بر واقعیت پیدا کنه. در این شرایط شأن تصویر خیلی بالاتر از اینی که در اینجا هست. الان تو جهان برای ون گوگ موزه ساختن به جز تصویر به سقف و زمین و کف و دیوار چیزی نیست و تمام جهان شده تصویر. و شما الان نگاه که میکنید در بمباردمان تصویر قرار دارید. صفحه کامپیوتر رو باز میکنید، تلویزیون رو باز میکنید، تبلیغات محیطی شهری رو نگاه میکنید، هر کجا میرید تصویر میبینید، به جز تصویر چیزی نمیبینید. و این دقیق شدن هنرهای بصری، وسیع شدنش، تکنیکال شدنش، با برندها ترکیب شدنش و فنی شدنش، ارتباط عمیقش با حوزه روانشناسی، با حوزه رنگ، با حوزه تربیتی، امکانات بسیار وسیعی رو در اختیار قرار داده که خب طبعا عکاسا پیشران این حرکت هستن و اونها هستن که مواد اولیه رو فراهم میکنن در اختیار گرافیستا، اینستالیشن آرتا، ویدیو آرتیستا و بقیه قرار میدن و اونها میتونن با موسیقی، با کلام، با شعر، با حرکت، با نور و با همه این ابزار بتونن حس رو منتقل کنن. گاهی یه دونه عکس میشه اصلا شروع یک سناریو و به یک فیلم سینمایی 90 دقیقه 100 دقیقه رو پرده منتهی میشه. به نام میهن، اگر ایران به جز ویران سرا نیست، من این ویران سرا را دوست دارم. من مهراد ولی‌اللهی، مرمتگر موزه ملی ایران، به کمپین همبستگی ملی و دفاع میهنی می‌پیوندم، چون پای ایران در ما نیست، چون پای همه چیز ما در ما نیست. از جنگ ایران و عراق قاب، فریم و عکسی هست که در ذهن شما خیلی ماندگار باشه، بخواید درباره وجوه هنریش، ظرافت و نکاتش برامون حرف بزنید، ما رو آشناتر کنید، به ما بیاموزید. من خیلی تحت تاثیر تنهایی بچه‌های جنگ در عملیات بیت المقدس بودم. همون عملیاتی که خرمشهر آزاد شد؟ بله، عملیات خرمشهر آزاد شد و اتفاقاً یکی از اینا رو من استوری کردم امروز. بچه‌هایی که مجروح می‌شدن تو منطقه‌ای که کسی نبود اینا رو جابجا کنه، باید اینا به پشت جبهه منتقل می‌شدن. اینا سرم به دستشون بود، کسی نبود سرم اینها رو نگه داره و خودشون باید این سرم‌ها رو نگه می‌داشتن. در این حال درد ناشی از شکستن، درد ناشی از پاره شدن عروق و جروح اعضای بدنشون با هم همراه بود، ولی اونها لبخند به لب داشتن و من می‌دیدم که از روی هورالعظیم عبور می‌کردن. عکسو کی گرفته این قابو؟ این قابو من یه دونش رو گرفتم ولی دیگرانم گرفتن. بسیار خوب. و در این 7-8 روز قابی، عکسی؟ من متاسفانه دسترسی ندارم، مجوز ندارم که دسترسی داشته باشم، ولی من از منتشر شده ها. ولی من خودم رفتم به بازار تجریش، گربه ها در بازار تجریش جولان میدادن، 2 تا فریم اینجا گرفتم. چجوری این برای آیندگان معنی خواهد شد که در بحبوحه جنگ عکاس و هنرمندی حواسش به حیوانات هم بود؟ شما بدون که این جنگ زندگی
کلاغ‌ها رو در تهران تغییر داده، زندگی گربه‌ها رو تغییر داده، زندگی پرنده‌ها توتی‌هایی که در پارک شهر هستن تغییر داده، زندگی هزاران نفر که مجبور به مهاجرت شدن، ترک خانه شدن، مادرهای پیری که تنها موندن یا با چه گرفتاری اینا رو بعد 20 سال 30 سال از پله‌های ساختمون پایین آوردن، سوار ماشین کردن، بردن خارج تهران. تمام اینها عکاس‌های ما غایب هستن. تمام این لحظات ناب غایب هستن، برای اینکه سازماندهی وجود نداره. نگاه صحیحی به حوزه فرهنگ نیست، نگاه امنیتی غلبه داره. و امیدوارید که فردا صبح که یک آقای خوشروی عکاس هنرمند بیدار می شود غیر از فامیلیشون خوشرو باشد. به چه دلیل؟ من فکر میکنم که اگر این حماسه‌ای که مردم ما تو این یک هفته خلق کردن به جهان درست منتقل بشه، هیچ کس هوس نمیکنه به کشور ما تجاوز کنه. بسیار خوب. خیلی متشکرم موفق آقای خوشرو، باشید. عکاس پیشکسوت با حضور در برهه‌های جنگی و ثبت قاب‌های ماندگار و بسیار جوایز داخلی و بین‌المللی. موفق باشید. متشکرم. به قربان نام شما. ایران و به عشق ایران از شما هم خداحافظی. موفق باشید.